سلام دوست خوبم، به یک ویدیوی دیگه از کانال روجست خوش اومدی. من جزمی، معلم آنلاین انگلیسی تو هم و توی این ویدیو میخوام از مواردی صحبت کنم که تا حالا من توی هیچ کدوم از ویدیوهامون و حتی کانال اینستاگرامم صحبت نکردم. در واقع میخوام بهت راجع به عادتهای خودم بگم که یادگیری انگلیسی رو برای من نه تنها خیلی راحت تر و طبیعی تر کردن، بلکه بسیار هم لذت بخش تر کردن، جوری که همیشه برای یادگیری بهم انگیزه دادن و تازه کلی هم از جوانب مختلف زندگی و مهارتی بهم کمک کردن. قبل از اینکه شروع کنیم ازت میخوام اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی همین الان انجامش بدی و اون زنگوله رو هم فعال کنی، چون اینجوری من انرژی بیشتری میگیرم و موارد بیشتری بهت میگم. خب آماده این عادت‌ها رو بشنوی؟ بزن بریم. یکی از عادتایی که من از زمانی که زبان خوندن رو جدی‌تر شروع کردم این بود که هر روز خدا یک صفحه کامل به انگلیسی از روزم می نوشتم. اصلا مهم نبود که توی اون روز اتفاق مهم می افتاده یا من خیلی خوشحال بودم، خیلی ناراحت بودم. نه، هر اتفاقی که می افتاد یا نمی افتاد من اون روز رو توی یه دفتر برای خودم یادداشت می کردم. از همون اول اینکه از خواب پا شدم، مسواک زدم، صبحونه خوردم، ورزش کردم، رفتم مدرسه، آهنگ گوش دادم، همه چی. بعد انگیزه‌م اون موقع‌ها این بود که این دفتر رو من هی بتونم پر کنم تا تموم بشه. در واقع یه جورایی هدفم این بود که از نوشتن این دفتره رو پر کنم و تمومش کنم، بعد برم یه دفتر جدید بخرم. بعد این نوشتنه در زمانهای مختلف یه جورایی تغییر کرد. مثلا من دیگه به جای اینکه هر روز بیام از روز تکراری که هیچ اتفاقی نیفتاده یا مثلا همه چی به صورت روتین و عادی پیش رفته، می اومدم از اتفاقات جالب و مثبتی که برام میافتاد می نوشتم، یا گاهی اوقات از احساساتم می نوشتم، از یه اتفاقی که به نظرم خوب نبوده، از دست یه چیزی بسیار عصبانی یا ناراحت بودم می نوشتم. خیلی وقتا از آرزوها، خواستا، چیزایی که دلم میخواست انجام بدم همینجوری فقط می اومدم به انگلیسی توی اون دفتر می نوشتم و اصلا برام مهم نبود که دارم چقدر غلط می نویسم، درست می نویسم، یا الان مثلا اشتباه گرامری زیاد دارم یا لغت زیاد استفاده نکردم یا همش تکراری شده. اصلا هیچی برام مهم نبود. تنها چیزی که تو ذهنم بود اینی که اون چیزی که توی ذهنمه رو به انگلیسی بیارم رو کاغذ. بعد این نوشتن از دفتر یه موقع‌هایی میرسید به این که واسه خودم کارت‌های کوچولو درست می‌کردم با کاغذ آچار و روی اون کارت‌ها از جمله‌های قشنگی که مثلا تو کتابا میخوندم یا یه جا میدیدم، کوتای به یاد موندنی که از افراد مشهور مثلا میشنیدم یا برام انگیزه بخش بودن و مینوشتم، نامه‌های شکرگزاری کوچولو کوچولو درست میکردم به انگلیسی و اینا رو توی یه جعبه میذاشتم یا میذاشتم کنار تختم که بتونم مثلا هر روز ببینمشون، بخونمشون. ولی نکته مهم این بود که من همیشه سعی میکردم یه چیزی پیدا کنم برای اینکه بنویسم. ببین این نوشتن مزایای خیلی زیادی داره. اولیش اینه که وقتی راجع به چیزایی که دوست داری مینویسی احساس بهتری پیدا میکنی و طبیعتاً انگیزت برای ادامه دادن به اون کار بیشتر میشه. در حین این نوشتن تو به کلماتی برمیخوری که میخوای بنویسیشون ولی نمیدونی که دقیقاً به اون زبان، حالا انگلیسی یا زبانی که داری یاد میگیری، چی میشه. پس میری میگردی دنبالشون. اینجا لغت یاد میگیری و دایره لغاتت بیشتر میشه. بعد وقتی هر روز این نوشتن رو ادامه میدی و اون اوایل که گفتم هر روز از روزت مینویسی، اصلا مهم نیست چقدر تکراری، وقتی هر روز یک سری کلمات رو به تکرار مینویسی باعث میشه که توی اون چرخه‌ای که توی این ویدیو بهت گفته بودم راجع به یادگیری لغت، تمرین و تکرار میکنی و این تمرین و تکرار در تثبیت اون لغات توی ذهن و حافظت خیلی کمک میکنه. نوشتن به خصوص برای افرادی که میخوان توی آزمون آیلتس شرکت کنن قطع به یقین توی رایتینگ اثرگذاره. اگه شما میخواین مهارت نوشتنتون به یک زبان دیگر رو تقویت کنید، وقتی از همین چیزای کوچیک و لذت بخش مینویسی، بعداً برای رایتینگ میبینی چقدر دستت به نوشتن عادت کرده، چقدر راحت تر شده. بعدم که از کجا معلوم؟ شاید همون نوشته‌هات رو یه روزی اومدی به همون زبانی که داری یاد میگیری کتاب کردی. اینم خودش یه جور انگیزه است. در واقع این نوشتن یکی از نتایجی که برای من داشت همین بود.
اینکه باعث شد من به نوشتن جوری علاقه‌مند بشم که حتی داستان نویسی هم انجام دادم. حالا پیشنهاد من اینه که هر روز تا جایی که میتونی یه چند خط بنویسی. میتونی برای خودت هدف بذاری که 1 صفحه بنویسی و به مرور این صفحات رو زیاد کنی، یا میتونی از پاراگراف، از خط شروع کنی اگه نوشتن برات خیلی سخته. مثلا روز اول 2 خط بنویسی، روز بعدی 3 خط، روز بعدی 6 خط، روز بعدی 10 خط. بعد اینجوری برای خودت تارگت بذاری که یه روز 1 صفحه بنویسی، روز بعدی 1.5 صفحه بنویسی و همینجوری میتونی بیشترش کنی. حتی میتونی اینجوری هدف گذاری کنی که روزی مثلا 2 دقیقه بنویسی و روز بعدی مثلا 5 دقیقه، روز بعدش 10 دقیقه و همینجوری این زمانها رو بیشتر کنی و ببینی توی اون زمان چقدر میتونی بنویسی. اینجوری با این هدف گذاری یه جورایی هم برای خودت یه انگیزه بیرونی ایجاد کردی که باعث میشه بیشتر به این کار ادامه بدی. موضوع نوشتنم هر چیزی که فکرشو بکنی میتونه باشه. میتونه همون تمرینایی باشه که کتاب درسی توی تکست بوکت ازت خواسته بنویسی. میتونه از روزت و اتفاقایی که توی اون روز برات افتاده، احساساتت، اتفاقات مثبت یا بدی که یک زمانی تجربه کردی، چیزهایی که دوست داری بهشون برسی، آرزوهات، هدفات. میتونی خلاق باشی و از چیزایی که هنوز برات اتفاق نیفتاده ولی تو میخوای که اتفاق بیفته بنویسی. میتونی شوک‌گذاری هاتو بنویسی، لیست خریدت رو بنویسی، لیست کارهایی که باید انجام بدی. خلاصه یک کتاب، یک سریال، یک فیلم، هر چیزی که فکرشو بکنی میتونه باشه. و اما بریم سراغ عادت بعدی. یکی دیگه از عادتایی که من داشتم و برام بسیار لذت بخش بود اینه که بسیار زیاد کتاب میخوندم. اما نه هر کتابی. موقعی که من کتاب خوندن رو به صورت خیلی جدی شروع کردم و در واقع اون نقطه عطفی که منو به خوندن بسیار علاقه‌مند کرد، زمانی بود که من فن فیکشن میخوندم. فن فیکشن به داستانایی میگن که عموماً طرفدارا در ادامه یک فیلم، سریال، بازی برای کاراکترهای محبوبشون یا سلبریتی مورد علاقهشون مینویسن. و اون موقع من فن فیکشن خوندن رو از علاقم به گروه وان دایرکشن که یک گروه موسیقی بریتیش بودن شروع کردم. هرچی فن فیکشن از اونا بود رو پیدا میکردم و میخوندم. اصلا یک سری وبسایت کلا بود راجع به فن فیکشن نویسی و هر کس راجع به هر موضوعی، هر کاراکتر و فیلم و سریالی که بود فن فیکشن مینوشت توی این سایت ها میذاشت و من اون سایت ها رو خب میشناختم، میرفتم فن فیک های مورد علاقم رو پیدا میکردم و میخوندمشون. فکر کنم چیزی بیشتر از 60 تا فن فیکشن فقط از خود گروه وان دایرکشن خوندم. اصلا چند تا از بهترین ایده های داستانی و رمانی و از همین فن فیکشنایی که خوندم پیدا کردم. حالا این همینطوری ادامه داشت، از کاراکترهای مورد علاقه دیگه میرفتم فن فیکشن میخوندم و همینجوری پیش رفت تا جایی که من کتابای بیشتری خوندم، رمانای بیشتری، توی زمینه‌های بیشتری کتاب خوندم و تا به الان که هنوز هم میخونم. حالا اون موقع فن فیکشن خوندن انگیزه منو برای یاد گرفتن بالا نگه می‌داشت. خب رفته وقتی باعث شد که من علاقم به خوندن بیشتر شه، سمت کتابای دیگه با ژانرهای دیگه، نویسنده‌های مختلف دیگه هم رفتم. موضوع اینه که اگه سطحت از سطح پایه گذشته و سطح متوسط هستی، کتاب‌هایی رو برای خوندن انتخاب کنی که انگیزه بهت میده، خوشت میاد از خوندن اون کتابا، حالا از ژانر داستانیش، از کاراکتری که توی اون کتاب استفاده شده، از اون نویسنده و چیزی که انگیزت رو زیاد میکنه. نه اینکه صرفاً چون یک سری گفتن یک سری کتابا خوب بوده بری اون کتابا رو بخری و بذاری یه گوشه، هیچ وقت هم لاشون رو باز نکنی، یا وقتی هم که میری سراغشون و میخونیشون انقدر خسته میشی و حوصلت سر میره که میذاری کنار. من بعد یه مدت که یک سری کتاب میخوندم، خب همش متن و نوشته و اینا بود، بعضی اوقات هم حوصله‌ام سر میرفت، خسته میشدم، میرفتم سراغ کتابای تصویری. در واقع مورد بعدی که علاقه منو به خوندن کتابای انگلیسی خیلی بیشتر کرد، خوندن کتابای تصویری بود. اول از کامیک بوکای DC و مارول استفاده کردم، مثلا از داستانای جوکر و بتمن و هارلی کوین و اینا خیلی خوشم میومد و اونا رو میخوندم و دنبال میکردم. بعدها سراغ مانگاهای ژاپنی رفتم که به انگلیسی ترجمه شده و بعد باز اومدم یه چیز جدید امتحان کنم که رفتم سراغ مانهوا یا کتابای تصویری کره‌ای ها.
از مزایای خوندن کتاب اینه که طبیعتاً علاقت رو به خوندن بیشتر میکنه. در حینش باز یک سری کلمه یاد میگیری. اون کلمه ها به مدد تکرار میشه، باعث میشه که دوره برات صورت بگیره. بعدم به تندخوانیت کمک میکنه و قطع به یقین توی نوشتنت هم تاثیر زیادی میذاره. چون همونطور که توی ویدیوهای قبلی هم بهش اشاره کردم، لازمه خوب نوشتن خوب خوندن. پس اگه شما مطالب، کتاب، آرتیکل، مقاله و هر چیزی زیاد بخونید، طبیعتاً بهترم میتونید بنویسید. حالا میگی از کجا کتاب پیدا کنیم؟ پیشنهاد من اینه که اول حتما بنا به موضوعی که گفتم، علاقه خیلی مهمه، حتما خلاصه چیزایی که میخوای بخونی و برو سرچ کن. کتاب فروشیایی که کتاب انگلیسی دارن خب هستن. یک سری وبسایت ها و اپلیکیشن های دیگه هم موجود هستن که میتونی به صورت آنلاین اون کتابا رو بخونی. مثلا یکی از اپلیکیشن هایی که خود من برای خوندن فن فیکشن و رمانای دیگه استفاده میکردم اپلیکیشن واتپد بود. برای خوندن کامیک بوک ها توی گوگل سرچ میکردم و در انتهاش میزدم رید آنلاین و خب یک سری وبسایت ها میومد که میتونستم آنلاین همونجا کتاب رو بخونم. برای مانها خوندنم از اپلیکیشن وبتون استفاده میکردم که هنوزه ازش میخونم. و حالا بریم سراغ عادت بعدی. عادت بعدی که من داشتم این بود که بعضی از سریال ها و فیلم ها رو که برای بار اول میدیدم میدونستم که من از این سریال یا فیلم خوشم اومده و این آخرین باری نیست که قراره ببینم و هر از گاهی میرفتم سکانسایی که خوشم میومد و سرچ میکردم و دوباره میدیدم. انقدر که دیالوگای اونا با همون نحوه گفتن، لحنشون، لهجهشون، صداشون تو ذهنم هی تکرار میشد و خودم رو هی میذاشتم جای اونا و تکرار میکردم. حالا گاهی اوقات بلند با خودم میگفتم، گاهی اوقات موقعی که داشتم دوباره اون سکانس رو میدیدم نگاه میکردم و میگفتم. خلاصه بگم یه جورایی بدون این که خودم بدونم تکنیک شادوینگ رو اجرا میکردم. راجع به تکنیک شادوینگ هم توی ویدیوهای قبلی گفتم. یه تکنیکیه که بسیار توی تقویت مهارت اسپیکینگ بهت کمک میکنه. علاوه بر اون روی بهتر تلفظ کردن و یادگیری لغات و عبارات و لهجه و تلفظم کمک میکنه. در واقع یکی از مواردی که باعث شد من به لهجه بریتیش علاقه‌مند شم و باهاش صحبت کنم این بود که هی به صدای کاراکترهای مورد علاقم گوش میدادم و اونا رو هی با خودم تکرار میکردم. هی خودم رو جای اونا میذاشتم، جاشون صدا گذاری میکردم. حتی وقتی اون سریال اون سکانس رو نمیدیدمم تو ذهنم که اون تصویر میومد شروع میکردم با خودم جای اون شخصیت همون حرفا رو با همون لحن و ادا تکرار کردن. از کارهایی که میکردم و گاهی هنوز انجام میدم این بود که با خیال راحت بازی میکردم. البته نه هر بازیایی رو بیشتر انجام میدادم که کاراکتر داشتن، توش افرادی بودن که انگلیسی صحبت میکردن یا کل ستینگ اون بازی یه جوری به انگلیسیه که هی لغات مختلف رو میبینی، هی باید گزینه‌های مختلفی رو کلیک کنی یا بزنی روشون، باید متوجه باشی که چی داره میگه. مثلا بازیای ویدیویی، بازیایی که وسطشون یه قسمتایی داره که شخصیت‌ها با هم حرف میزنن بدون اینکه قرار باشه کاری انجام بدی یا بازی رو از پیش ببری. یا مثلا یک سری بازی‌های داستانی که باید خودت تصمیم بگیری که چی کار کنی، این مسیر رو بری یا اون مسیر. توی این بازی‌ها هم دیالوگ زیاده. و حتی بازی‌های جذاب مثل سیمز که کاراکترها در حینش زیاد صحبت نمی‌کنن اما پر از لغت انگلیسیه. یعنی عملا تو هر چیزی رو که کلیک میکنی یه واژه جدید ظاهر میشه، یه واژه جدید رو صفحه هست. خوبی بازی کردن به خصوص همچین بازیایی اینه که تو با موارد مختلفی که توی یک زندگی روزمره در جریان آشنا میشی، لغاتی که مربوط به اون موارد رو یاد میگیری و انقدر بازی میکنی، انقدر برات تکرار میشه که راحت دیگه تو ذهنت میمونه و استفاده میکنی. پس میبینی که بازی کردن هم حتی میتونه باعث یادگیری اونم به صورت لذت بخش بشه. و آخرین عادتی که اینجا میخوام به راجبش بگم این بود که من نه تنها در گذشته و نوجوانی بلکه حتی الان هم توی آینه با خودم حرف میزنم.
راجع به این موردم توی ویدیوهای قبلی، حتی ویدیویی که من چجوری آیلتس 8.5 گرفتم توی اسپیکینگ هم گفتم که این چه اثری روی مهارت اسپیکینگ میذاره. ببین کلا یکی از عادتایی که من دارم این که فرق نمیکنه، همیشه هر زبانی که داشته باشم یاد بگیرم، همیشه تو اون زبان با خودم حرف میزنم. گاهی اوقات وقتی تو همومم با خودم به انگلیسی فکر میکنم و مواردی که از ذهنم میگذره رو به انگلیسی میگم. یا توی خیابون وقتی راه میرم با خودم انگلیسی صحبت میکنم، انگلیسی فکر میکنم. کلا هر زمان که تنها باشم از این فرصت استفاده میکنم و با خودم به اون زبانی که دارم یاد میگیرم حرف میزنم. اگه تو هم آدمی هستی که زیاد فکر میکنی، اون فکرها رو به انگلیسی انجام بده. وقتی که تنها میشی با خودت حرف میزنی، با خودت به انگلیسی حرف بزن. کلا این با خود حرف زدن، با خود فکر کردن، زبانی که میخوای یاد بگیری توی تقویت مهارت اسپیکینگت بسیار بسیار تاثیرگذاره. خب اینا عادتهایی بودن که من نه تنها توی گذشته بلکه هنوز هم دارم و هنوز هم انجام میدم و هنوز هم هر زبانی که بخوام یاد بگیرم، هر کدوم این موارد که موجود باشه قطع به یقین انجام میدم. تو هم یک سری موارد در یادگیری و مثل یک عادت برای خودت در بیاری، دیگه باعث میشه اون بخشی از زندگیت باشه. چیزی نباشه که فکر کنی داری برای چیز زحمت اضافه میکشی، خیلی باید پافشاری کنی روی اون موضوع. نه، وقتی به صورت عادی طبیعی برات در بیاد، مثل هر کار دیگه‌ای که بهش عادت کردی، راحت بدون اینکه خودت هم بدونی انجامش میدی و هم انگیزت رو حفظ میکنی، هم یاد میگیری، هم لذت میبری. اینم بگم رویا هم از عادتهای مؤثری که توی یادگیری زبان بهش خیلی کمک کردن یک ویدیو ساخته. لینکشو برات میذارم، حتما ببین. امیدوارم تو هم از این نکات ایده بگیری و استفاده کنی و بعداً بیای نتیجهشو بهم بگی. دوست دارم. تا ویدیوی بعد.